سلام علیکم. ساعت 6 و 45 دقیقه است میکنم. اومدیم که چند صد تا کالری بسوزونیم. بدید. اولشون نرم شد. بیا بده. پرواز یعنی اصلا فکرم کلا ماشین میرفت بالا، کلا افتاد پایین. ببین کجا وایسادی میفته. میذاری 2 دقیقه ببینم دارم چیکار میکنم. الان قراره تو این مسیر بدویم. چه جدی اینجوری میشه؟ بعد از اینکه دویدیم هیچ وقت نریم تو سلام سلام. مشاهده میکنید خورشید پشتش ماست. اومدیم بودویم این وسط دیدیم خورشید داره طلوع میکنه. چی بهتر از این که اینجا وایستادیم. ببین کجا وایستادیم میفته. آره اینجا وایستادیم که طلوع خورشید رو ببین. مریم اومد بالاتر. ابرو رفت. واقعا خوشگله. این سری خیلی سر صدا میکنن. ساکن. خورشید از شرق طلوع میکنی از غرب. نه بابا. خورشید شرقش بود. میذاری 2 دقیقه ببینم دارم چیکار میکنم. الان قراره تو این مسیر بدویم. یه دونه من تستی میرم اگه افتادم چه قیافتی یا نمیدونم. پاباز را میشه بیا آب خوردن فقط این لجن. گوشیتون رو بگیرین که اگه من افتادم گوشیتون سالم. مریم اسفندار از اون دسته خانواده‌ای که همشون ورزشکارن به جز مریم فوتبالیستای قهار انزلی هستن. پدر، عمو، پسرعمو بود. بله فقط ایشونه که تو ورزش 2 میدانی ورود کرد. قرار بعد 2 ماراتون. خوش آمدید. ورزشکارا. آها من دوست تو شهر بخواه باید دیگه اینجوری تکنولوژی رو بیخیال بشی. خب میدونم چالشش هم اینجاست دیگه، سختیش هم اینجاست. آخه اصلا نمیرس. چون دیدم آدمایی که این کارو کردن. همه یه تکنولوژی رو از خودش. نه قرار نیست همه تکنولوژی رو قرار نیست دیگه نیای تو شهر. میای ولی میدونی زندگی اصلیت اونجاست. خیلی باید انسان اینجوری چی میگم درویش گونه. آره خیلی باید درویش بشی. میشم؟ من درویش میشم؟ نه بیشون چرا؟ چون اهل تکنولوژی هم؟ کارتون اصلا همه چیزون به تکنولوژی بستگی داره. اصلا بگویم بریم اونجا از جلسه میخوایم با جود با من هنوز کبوترها رو می‌فرستم به باشون یه چیزی بس کردم اونا رو انجام بدید تا هم بیا. آره جفت هری پاتر. آره جالبه ها ولی دامش بیا صحبت نکنیم اگه دیدی فردا رفت اصلا تو جنگل زندگی کرد. من دودم میاد تا اونجا. ما الان آماده 2 ماراتون هستیم. یه هم اگه بعد اشکال نداره بریم برای سفر 2 ماراتون. آقای شبیه چیز بود پدر آنجلی بودیم متیو. زنگ میزن از مازدی برمون الان خودمون این مسیری که داریم میریم چیز هست نونوایی هست. وای چقدر سرعتگیرای مسخره داره اینجا. بس دیگه این فکر میکنن که ما با سرعت 90 تا از روی رو پریدیم عصبی میشم. پرواز کردم در پرواز یعنی اصلا فکرم
کلا ماشین میرفت بالا کلا افتاد پایین. تو هم حواست نبود؟ نه من گرفتمت ولی با یه سکه خاصی برگشت. بازم هست من دیگه توی خیابون نمیام. خسته میشم. احساس میکنم میتونیم چون گل نبردی بود. این چیه؟ چه با مزه هست؟ قایق رو سخت نمیشتم. احساس میکنم ما اصلا تو انزلی زندگی نمیکنم. اصلا از این روستایی اصلا دور افتاده ایمدیم. من اگه راه بسته باشه چی بی از این نداریم؟ این بر گم میشه. گم میشه خب به ایکس میزنیم. این بر بزن ماشین داره میاد. این همون ماشین. چه جاده اینجوری میشه؟ خیلی پیشرفته است. آره بابا. بریم اون سر انزلی در نگیم. نه احساس کنم اینجا اصاب شد. صدا اسب اومدم پیتکو البته اسب میگه که پیتکو نمیگه. چند وقت پیش یکی از یه مادری به بچهش گفت اسب چی میگه؟ گفتم مگه اسب چیزی میگه؟ گفت پیتکو دیگه. اونی که میکنه پیتکو صدای اسب نیست که درنش در بیاد. نه؟ صدای نعل بشه فکر کنم. صدای اسبایی که در بیارسن بچه در بیارسن تو ازم در شهر چی؟ کلشی ماهی ناهار رو بگیریم. جا ماهی میخوریم؟ هنوز آره ولی هر ماهی نه خیلی کم. مثلا شاید مثلا ماهی یه بار هر 2 ماه یه بار. معمولا میشم سول ما رو میرم مثلا ماهی ناهار اگه بخوام برم ماهی سفارش ولی در حالت عادی نه خیلی. اینجا با بریم راست. سنگو زیر پا بس کردم. اون چی بود؟ از کجا میاری مریم؟ اینا پایه اینجا پایه زندگی تو شرط سخت. من نمیخوام شرط سخت زندگی کنم. خود شرط آسون زندگی کنم. کجا باید برم؟ 4 تا راه اینجاست. دقیقاً که از وقتی تو ماشین نشستی همه رو گفتی برو رو. به شهر رسیدیم. دانشگاه رو بیشتر می‌بینم. صدای از خواب بیدار شده من. به اصلا ما امروز تو طلوع خورشید خیلی نقش داشتیم که امروز هوا خوب باشه. نظر چون ما به تماشاش نشستیم نخواستیم ما ناراحت کنیم. ببین چه هوای خوبی براشون برای مردم شهرمون رقم زدیم. به این خوبی من بعد برم تهران تو شهر آلوده امروز. همچنان نمیدونم کجاییم. اصلا داره اینجا انزل ناییم. هیچ پیلنی باقه کجاییم؟ تا حالا استخ شیرازی نیادیم؟ نه استادیوم؟ نه من بچه بریم استادیوم. ما رو میذاشتم بریم استادیوم. الان فهمیدم کجا. خوبه. یه دونه سنگک هم بگیرم؟ بیا بابا نه. چقدر تو خوبی. 3 تا نون گرفتی؟ بچه همون بخورم. چیزی نگرفتی روش جمجوری؟ تو هوا نگه. من آزم به خاطر جرش چون نون خریدی برام. بیا سلام خوبی؟ مرسی. قندار نه همین میخوام بخورم قارچ نه میخوام تخم مرغ بیشتر بگیریم نمیدونم من یه احساس کردم که بچه همون خیلی بخور هست این شیر نارگیل من همزمان نداریم بهتر چیپس
مریم سریع‌تر 8 صبح بعد بریم سر کار. پس یه اسپرسو ماکیاتو یه اسپرسو. بعد از اینکه دویدیم هیچ وقت نرید تو سوپرمارکت. این تجربه آره بیاید قهوه‌تون رو بگیرید برید سر کار. در وقتی که 6 صبح بیدار میشین حتما شب قبلش زود بخوابید. حتما دیشب زود خوابیدم واقعا. مثلا این خیلی حس شادابی به سر میدم در حالت عادی ندارم. ساعت 10 نخوابیدی؟ آره دقیقاً 10 خوابیدم. اما لستین من نگاه می‌کنی. نه اومدم پیام بدم دیدم. اومدیم که قهوه رو بگیریم هرچند که آقا رزوان نیستی ببینید ویدیو نگاه کنیم. بریم سر کار. قرار من برای نیمروی درست کنم. و تمام کالریایی که سوزوندیم و عرقایی که ریختیم رو می‌خوایم برگردیم. حتی بیشتر. من هنوز دستم از دیروز درد میکنه الان پاهم اضافه شده به این تیکه هم هست. در همین دیگه قهوه‌مون بگیم نیم ساعت که دیر شده دیرم نکنیم بگیم ساعت شده خوشگلا سلام بعدتون نون بربری خریدم از این نون بربری دست مریم خوبی؟ 3 تا براتون گرفتم